اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پرد حربی خدمتچیان نظامی قوه‌های مسلح، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در شهر خوروغ اشتراک و سخنرانی کردند. نخست سرور دولت سرورمانده عالی قوه‌های مسلح کشور گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان همه افسران و سربازان را به افتخار سالگرد سیوم استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفتند. محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، هیئت شخصی گریزان شهر خوروغ بخشیده به 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای گذشت پرد حربی صف آراستند. فرمانده پرد حربی گیران مایر آدینه‌زاده. سلام رفیقان. شما را به مناسبت 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک می‌نمایم. رفیقان، گنرال ها، افسران و سربازان شجاع وطن، سال 2021 برای مردم شریف تاجیکستان یکی از سالهای بسا مهم تاریخی به حساب می رود. زیرا در این سال خرد و بزرگ کشور عزیز ما برای استقبال ارزنده 30 سالگرد استقلال دولتی بزرگترین و مقدسترین دستاورد دولت نوین تاجیکان آمادگی دیدند و چند روز پیش این جشن بزرگ ملی را با شکوه و سرفرازی تجلیل نمودند. در این لحظه های فرابخش با کمال افتخار همه شما خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان صاحب استقلال را به مناسبت این جشن فرخنده تاریخی صمیمانه تبریک گفته به شما تنیسیت و در فعالیت دشوار و پرشرف خدمتیتان برای کامیابی آرزو می‌نمایم. در طول 30 سال تمام خلق تاجیکستان از جمله خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح، ساختارهای نظامی و کارمندان مقامات حفظ حقوق با تمام هستی درک نمودند که استقلال و آزادی مقدسترین و عزیزترین نعمت دنیا، رمز شرف و ناموس وطنداری و کفالت خانه آباد و سری بلندی ما می باشد. قوه‌های مسلح تاجیکستان
جزء مهمترین دولتداری ملی و سپری با اعتماد وطنی صاحب اختیار ما به حساب می رود. زیرا حفظ مرز و بوم وطن، امنیت دولت و جامعه و حیات آرام و آسوده مردم همچون رسالت مقدس و وظیفه جانی به دوش خدمتچیان حربی قواهای مسلح و مخصوصاً سرحدبانان، ساختارهای نظامی و کارمندان مقامات حفظ حقوق واگذار شده است. ما امروز افتخار میکنیم که آنها وظیفه مقدسی به ذمه داشته خود را با احساس مسئولیت در نزد دولت و خلق تاجیکستان و در سطح بلند اجرا کرده ایستادند. میخواهم همچنین با قناعتمندی و افتخار خاطر نشان نمایم که هیئت شخصی قواهای مسلح، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق در سالهای دشوار مخالفت داخلی و جنگ تحمیلی شهروندی قرض وطنداری خویش را صداقتمندانه اجرا کرده در راه حمایه استقلال دولتی، برقرارسازی حاکمیت انسانی، به اعتدال آوردن وضعیت، تأمین صلح و ثبات، نابود و بی‌ضرر گردانیدن گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی سهمی ارزنده خود را گذاشتند. قواهای مسلح تاجیکستان طی سالهای صاحب استقلالی به ساختاری با اعتماد و منظم و متشکل و با اعتماد تبدیل یافته. امروز با سطح بلندی آماده باشی جنگی، مهارت و ملکه کسبی و احساس بلندی وطنداری برای حمایه وطن، حفظ امنیت دولت و جامعه آماده می باشد. خاطر نشان می سازم که بار نخستین در تاریخ دولت صاحب استقلالمان 22 ایول سال 2021 قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، ساختارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق، منطقه‌های مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری با مقصد سنجش آمادگی به درجه آماده باشی جنگی پوره گذرانیده شدند. چاره‌بینی ذکر شده که در آن زیاده از 100,000 نفر خدمتچیان حربی و 130,000 نفر افسران و سربازان ذخیره‌های سفربری اشتراک کردند، در سطح بلند دایر گردیده سطح آماده باشی جنگی جزء تام‌های حربی را در تمام قلمروی کشور بار دیگر ثابت ساخت. در شرایط بسیار مرکب و پیچیده و زود تغییر یابنده جهان امروزه، اوج گرفتن تهدید و خطرهای گوناگون در نزدیکی سرحدهای ما، فعال گردیدن حرکت‌های گوناگونی اکستریمیستی و تروریستی و در مجموع ناآرام بودن وضعیت در کشور با ما همسایه، نقش قواهای مسلح، ساختارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق، منطقه‌های مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری در حمایه استقلال دولتی و دستاورد مهمترین آن صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی، اینچنین حفظ منفعت‌های دولت و خلق تاجیکستان دوچند می‌گردد. یعنی وضعیت حساس منطقه و جهان امروزه از هیئت شخصی قواهای مسلح، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق مملکت زیرکی و هوشیاری دائمی و آماده باشی بلند جنگی را تقاضا می نماید. حکومت مملکت با در نظر داشت چنین وضع برای تقویت بخشیدن اقتدار مدافعی مملکت جهت مقاومت ثمره بخش به خطر و تهدیدهای جهان معاصر، تأمینات مادی و تکنیکی قواهای مسلح، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق، اینچنین فراهم آوردن شرایط باز هم بهتری خدمت و زندگی خدمتچیان حربی و دستگیری مالیوی و اجتماعی آنها همه تدبیرهای ضروری را عملی می‌گرداند. در این روند خدمتچیان حربی قواهای مسلح، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق باید با حس بلند ملی و وطن دوستی به حمایه مرز و بوم دولت صاحب استقلال خود، امنیت دولت و جامعه، ثبات و آرامی و وحدت ملی همیشه آماده باشند. رهبریت و هیئت فرمانده قواهای مسلح، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق
وظیفه دارند که مسئله های بلند برداشتن سطح آماده باشی جنگی، تکمیل مهارت و ملکه کسبی افسران و سربازان، رعایت قطعی طلبات آیین‌نامه های عمومی حربی و انتظام حربی، همچنین در روی وطن دوستی و وطن پروری، صداقت به دولت و خلق تاجیکستان، تربیه کردن خدمتچیان حربی اعتباری اولین درجه دهند. با اعتماد کامل ابراز می دارم که هیئت شخصی قواهای مسلح، ساختارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق مملکت یعنی فرزندان صادق مردم تاجیکستان به خاطر تأمین امنیت و ثبات و حیات آسایشته مردم کشور من بعد نیز آماده خواهند بود. زیرا رشد میانبرده تاجیکستان صاحب استقلال، نائل گردیدن به هدفهای استراتژی، آباد و زیبا گردیدن وطن محبوبمان و باز هم بهتر شدن شرایط زندگی مردم شریف کشور از خدمت صادقانه شما یعنی تامین بودن صلح و آرامی و ثبات کامل سیاسی سخت وابسته می باشد. بار دیگر همه شما را به افتخار جشن 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان تبریک گفته به هر یک شما سلامتی و در فعالیت هر روزتان عزم قطعی، اراده مستحکم و روح متین آرزو می نمایم. جشن استقلال تاجیکستان مبارک باشد. حامیان دلیر و شجاع وطن. بعد از سخنرانی پرزیدنت مملکت سرفرمانده اولی قواهای مسلح کشور گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان پرد حربی خدمتچیان نظامی قواهای مسلح، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در شهر خوروغ برگزار گردید.